مامان بله. من با یه دختره دوست شدم. خب بگو ببینم. به من بگو یه دختر خوب چجوری رفتار میکنه، چه مشخصاتی داره؟ پسرم با دختری که میری بیرون نباید زیاد بخنده، باید سرسنگین باشه. نخند یه دقیقه. مامان دیگه چی؟ دختر پسرم باید خانومانه صحبت کنه، باید خجالتی باشه، نه مثل پسرا صحبت کنه. پشت گارسون بیا اینجا. تو چه سفارش دادی؟ مگه من نباید سفارش میدادم؟ من تو دارم که بابا من 6 دفعه بعد تو حساب کن حالا. سیبیلم داری شما؟ میخوای ببینی؟ نه عزیز من. مامان تموم شد؟ یه نکته مهمو بهت نگفتم، دختر باید خانومانه غذا بخوره، دختر باید با دهن پر صحبت نکنه. چه خبر؟ چیکار میکنی؟ داشتی میگفتی. خب دیگه چه خبر؟ آره داشتم میگفتم. بسه با دهن پر صحبت نکن. با دهن پر ببخشیدا. با دم میخوری؟ دیگه سیبی هم موندم بخورم، همش ریخت صورتم که قطع کن اینو.